سلام، امروز میخوایم یکی از پرحاشیه ترین خودروهای داخلی رو معرفی بکنیم. خودرویی که با چند سال تأخیر و آخرش هم با کلی داستان و ماجرا سر قیمتش به بازار اومد. دنا. پروژه دنا به سالهای خیلی دور، تقریبا سال 83 برمیگرده. توی اون سالا قرار بود ایران خودرو دنا رو به عنوان فیس لیفت ثمن معرفی بکنه، ولی با چند تا تغییر تصمیم گرفتش که دنا رو توی رده کاملا متفاوت عرضه بکنه. درسته که الان دنا یه خودرو مستقل نسبت به سمنده، ولی نه تنها از پلتفرم اون استفاده میکنه بلکه موتور EF7 سمن روش نصب شده. از نظر ابعاد اندازه‌ام خیلی به قیافش نمیخوره، ولی تقریبا با سمن یه اندازه است. طرح دنا از همون اول که مدل‌های مفهومیش معرفی شد حسابی مورد انتقاد قرار گرفت. الان که بالاخره تولید شده هنوز مورد بحثه و بعضی از دنا خوششون میاد، بعضی‌ها میگن ناموزونه. چیزی که مشخصه توی طراحی دنا از خطوط شکسته و تیز زیادی استفاده شده و تو نگاه اول نظر رو به خودش جلب میکنه. طراحی جلوش اگرچه با خودروهای روز دنیا خیلی فاصله داره، ولی برای شرکتی که تا الان سمن تولید میکرده خیلی هم بد نیست و چهره خشن و جدی داره. از بغل که به دنا نگاه کنید سه تا مورد به چشم میاد. یکی اینکه دماغش زیادی کشیده است و جاش بود یکم کوتاه‌تر باشه. یکی اینکه دستگیره درا نسبت به سمن عوض شده ولی خود در همون درای سمنده. سوم اینم که رینگایی که روی دنا استفاده شده 15 اینچی هستن ولی جاش بود یکم بزرگتر باشن و نمای کنار دنا رو بهتر می‌کردن. با هر کسی که صحبت می‌کنم در مورد نمای عقب خودرو نظر متفاوتی داره. بعضی میگن که عقبش مخصوصا سپرش خیلی ساده است و اصلا قشنگ نیست. بعضیا مثل من میگن که همین سادگی چراغ کوچیک و LED های درون اونه که قشنگش کرده. ولی خب بالاخره موضوع سلیقه‌ای و هر کسی یه نظری داره. صندوق عقب دنا با یه دکمه روی داشبورد میتونین بازش بکنین، یه دکمه روی ریموت داره. ولی اینجا چیزی نیستش که بتونین با اون صندوق عقب رو باز بکنین. از نظر ابعاد اگه با سمن مقایسهش بکنین تقریبا برابر و یه اندازه دارن. همونطور که گفتیم روی دنا هم موتور EF7 سمن نصب شده که میتونه حداکثر 114 هست بخوره در 6300 دور در دقیقه و 155 نیوتن متر در 5000 دور در دقیقه تولید بکنه. اگر دقت کنید کنار خودرو CVVT نوشته که در حقیقت این مکانیزم زمان باز و بسته شدن سوباب‌های ورودی و خروجی رو نسبت به دور موتور به بهترین حالت تغییر میده و باعث میشه که راندمان موتور بهتر بشه. همونطور که گفتیم فاصله بین دو محور دنا و سمن یکیه و فضای پا هم برای دنا تقریبا مثل سمنده. شیشه‌اش هم برقیه. این وسط هستش که بهش میگن دسترسی به صندوق عقب و به همین هم معروف شده. ما تو فیلمامون همین رو بهش میگیم. و در حقیقت این برای جابجا کردن اجسام بلنده مثل چوب اسکی یا چوب پرده که اسکی پس هم بهش میگن. و به کمک این قسمت به راحتی میتونید چوب اسکیتون رو جابجا کنید. این وسط هم دو تا خروجی برای تهویه مطبوع وجود داره. اولین بار که سوار دنا میشید و داشبوردش رو نگاه میکنید بلافاصله به یاد داشبورد هیوندا سوناتا میافتید. مثلا این دو نوار چوبی که خیلی شبیه داشبورد سوناتاست. طراحی صفحه کیلومتر شمار دنا هم کاملا فرق کرد و خیلی بهتر از سمن شده. دنا از کاملترین محصولات ایران خودرو محسوب میشه و روی اون کروز کنترل، صفحه نمایشی لمسی و GPS، سیستم تهویه مطبوع خودکار، سیستم صوتی به همراه بلوتوث و دکمه‌های کنترلی روی فرمون، تنظیم برقی صندلی سرنشینان جلو، چراغ‌های LED در جلو و عقب، آینه‌های تاشو برقی که نه تنها از طریق دکمه داخل کابین بلکه با فشار دادن دو بار دکمه قفل روی ریموت بسته میشن نصب شده. خب بیاین یه استارت بزنیم و ببینیم چه تفاوت‌هایی بین دنا و سمن وجود داره. با یکم رانندگی با دنا چند تا فرق بین این ماشین و سمن رو میشه فهمید. یکی اینکه هندلینگش از سمن بهتره و کنترل بیشتری روی دنا دارید. دید بهتری هم نسبت به اطراف دارین و کنترل بیشتری روی ماشین دارین. نسبت به سمن هم یکم خوشتره و یکم بیشتر میکوبه. صندلیاش هم نسبت به سمن کوچیک‌ترن، یکم خوشترن ولی راحت و اوکی و مشکلی نخواهید داشت. یه نکته خوب در مورد دنا ترمزاشه که توی هر 4 تا چرخ دیسکی هستن، ABS و EBD هم دارن و در مجموع باید گفت نسبت به سمن عملکرد بهتری داره. یه نکته در مورد گیربکس دنا هستش که 5 سرعت دستی است و مثل سمن دنده یکش نمیره تو داشبورد
ولی باید بگم واسه ماشینی تو رنج 50 میلیون تومان یکم جاش بود که با گیربکس خودکارم عرضه بشه، چون همین الان چند تا خودرو چینی تو همین رده قیمتی هستن و همشون با گیربکس خودکار عرضه شدن. داخل کابین دنا یکم زیادی بوق میزنه که چندش طبیعیه، مثلا کمربند بسته نشده یا درا بازن، ولی چند تاش زیادی به نظر میرسه، مثلا سرعت زیر 20 کیلومتر بوق میزنه یا سرعت بالای 120 کیلومتر هم بوق میزنه. طبق اعلام رسمی کارخونه دنا تو 12.3 ثانیه میتونه به مرز 100 کیلومتر در ساعت برسه. حالا ما میخوایم یه شتابگیری تو شرایط عادی داشته باشیم تا ببینیم به چه عددی میرسیم. همونطور که میدونید یه ماجرای پرپیچ و خم سر قیمت گذاری دنا به وجود اومد و در زمان عرض قیمت دنا به 50 میلیون تومان رسید. ولی الان یعنی مدل 94 اگه به بازار آزاد بریم با افت قیمت مواجه شده و با حدود 42 میلیون تومان به فروش میرسه. دنا اگرچه خیلی دیر به بازار اومد ولی اگه فقط به خودرو نگاه کنید نسبتا قابل قبوله، ولی خیلی جا برای طراحی کاملتر، سطح تجهیزات بهتر و البته قیمت کمتر وجود داره، مثلا توی بازار ما که الان 1000 جور خودرو چینی با قیمت خیلی کم و سطح تجهیزات خیلی بالا وارد شده.